سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز به یه ویدیو دیگه از چنل الکتروفیکس. خیلی خوش اومدید. امروز قراره 5 تا دیگه از قطعات پرکاربرد الکترونیکی رو به شما دوستان بگم و بهتون بگم که هر قطعه چجوری کار میکنه و چجوری میشه اندازه گیری کرد. زیاد مطلتون نمی کنم و بریم سراغ ویدیو. خب دوستان، همونطور که اول ویدیو گفتم قراره شما رو با 5 تا قطعه دیگه الکترونیکی آشنا بکنم که پرکاربردترینن و به عبارتی بعضی از اونها مغز الکترونیک رو تشکیل میدن. قطعه اولی که میخوام در موردش صحبت کنم قطعه هستش که توی الکترونیک خیلی 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 کاربرد داره و مغز الکترونیک رو تشکیل داده. قطعه هست به نام ترانزیستور. ترانزیستور یه قطعه سه‌پایه است و جزو اصلی ترین قطعات الکترونیکیه و اصلی ترین کاربرد اون رو میشه به تقویت و سویچینگ اشاره کرد. چجوریه؟ مثلا توی یه مداری از ترانزیستورهای قدرت استفاده میکنن تا جریان اون مدار بالاتر بره. مثلا اگر جریان 1 آمپری رو داره، با بستن یه سری قطعات دیگه و گذاشتن ترانزیستورهای قدرت میشه جریان 2-3 آمپری ازش گرفت. یا مثلا سویچینگ، یه مدار خیلی ساده رو بخوام براتون بگم، مدار چشمک زن. تو اونجا ترانزیستور به عنوان یک کلید عمل میکنه که با سرعت خیلی بالایی، خیلی بالا میگم یعنی 1,000,000 بار بر ثانیه که یه سرعت فوق العاده بالاییه، میتونه سویچ زنی بکنه ترانزیستور. توی مدارهای چشمک زن بسته به مقاومت‌هایی که روش میذاریم و خازنه‌هایی که هست، این قطعه میتونه سرعت سویچ زنیش بالا یا پایین بشه. ترانزیستور در دو نوع پلاستیکی و فلزی تولید میشه. طبق این عکسی که اینجا براتون میذارم انواع ترانزیستور رو توی این عکس نشون دادم. تو دو نوع پلاستیکی و فلزی تولید میشه. چون من اینجا فلزی نداشتم مجبورم از بسته های پلاستیکی استفاده بکنم. ترانزیستور هم 3 تا پایه داره به اسمهای بیس، کلکتور و امیتر که بسته به نوع ترانزیستور و دیتا شیتی که شرکت سازنده برای اون ترانزیستور میده شکل پایه ها عوض میکنه. توی یه ترانزیستور مثلا این پایه بیسه، توی یه ترانزیستور این یکی بیسه، فرق میکنه. بستگی داره که شرکت سازنده چی باشه و چه دیتا شیتی براش داده باشه. ترانزیستور هم یک نوع این مدل هستن، سری های فت و ماسفت دارن که چون من فت نداشتم از ماسفت استفاده کردم. به این ترانزیستور هم میگن ترانزیستورهای ماسفت که عملشون شبیه ترانزیستور است ولی با یکم جریان های بیشتر و بالاتر. و ماسفت ها کاربرد اصلیشون تقویته که امروزه در اکثر مدارها برای تقویت بهره و جریان ولتاژ استفاده میشه و توی مدارهای مثل دستگاه جوش، آمپلیفایر یا اینورترها استفاده میشه. خب حالا اگر از این قطعه هم بخوایم بگذریم و بخوام ترانزیستورهای قدرت رو بهتون نشون بدم، اینا ترانزیستورهای قدرت هستن که بهتون گفتم. البته این مدل ها سوخته است، چون من سالم نداشتم مجبور شدم از این استفاده بکنم. اینا هم ترانزیستورهای قدرت هستن که همونجوری که گفتم توی مدارهای برای تقویت جریان و بهره ولتاژ استفاده میشه. پس اینا انواع ترانزیستورها که بهتون گفتم. و ترانزیستور قطعه‌ایه که مغز الکترونیک رو تشکیل میده و تو دو نوع NPN و PNP سری مثبت و منفی تولید میشه. NPN میشه منفی، PNP میشه مثبت. ترانزیستورهایی که اینجا هستن این ترانزیستورها سری PNP هستن، سری NPN هستن و این ترانزیستورها سری NPN هستن. برای مثال میگم اینا ترانزیستورهای منفی هستن، این ترانزیستور منفی هستن و اینا ترانزیستورهای مثبت هستن. اینها با ولتاژهای منفی و اینها با ولتاژهای مثبت کار میکنن. حالا ساختار ترانزیستور چجوریه؟ ساختار ترانزیستور مثل اینه که 2 تا دیود رو کنار هم دیگه بذاریم و از عنصرهای مثل سیلیسیوم و ژرمانیوم برای ساختش استفاده میشه. خب حالا اگه بخوایم از ترانزیستورها کلا بریم کنار، میرسیم به دومین قطعه الکترونیکی که اگه این قطعه نباشه خیلی از مدارات الکترونیکی که هوشمند هستن کار نمیکنه، یعنی اصلا نمیتونه کار بکنه. این قطعه هستش به اسم IC.
IC تشکیل شده از میلیون ها ترانزیستوره که طبق برنامه‌ای که شرکت سازنده بهش میده میتونه اطلاعاتی رو اجرا بکنه. IC ها میتونن هر برنامه‌ای که شرکت بهش بده اجرا کنن. مثلا یه شرکت میاد یه موسیقی بهش میده، یه شرکت دیگه میاد یه فایلی رو بهش میده که یه کاری رو انجام بده، مثلا یکیش دما رو اندازه گیری کنه و چیزای دیگه. IC ها کمترین تعدادشون 3 پایه هستش، یعنی از 3 پایه کمتر نیستن و شکل IC های 3 پایه مثل ترانزیستورن. بعضی اشتباه میگیرن با ترانزیستور ولی اینجوری نیست. یه نمونه IC 3 پایه اگه بخوام براتون مثال بزنم TL431 هستش که یه IC 3 پایه هستش. و مزیت استفاده از IC اینه که ما دیگه نیاز نداریم توی یه مدار مثلا از ترانزیستور، مقاومت، خازن و کلی چیزای دیگه استفاده بکنیم. IC میاد کار چندین تا قطعه رو به تنهایی انجام میده و حجم مدار رو خیلی خیلی کاهش میده. و IC همونطور که گفتم بهتون از ترانزیستورها تشکیل شده و میتونه از 3 پایه تا هزاران پایه رو داشته باشه. اینا هم مدل های مختلف IC هستن. خب حالا اگه بخوایم از IC بریم بیرون میرسیم به قطعه‌ای به اسم رگولاتورهای ولتاژ. این قطعات هستن. از این قطعات توی مدارهای استفاده میشن که نیاز دارن مثلا یه ولتاژ 20 ولت ما داریم، میخوایم از این ولتاژ 20 ولت یه 12 ولت بگیریم، یه 5 ولت بگیریم، یه 9 ولت بگیریم، میایم از این رگولاتورها استفاده میکنیم. این رگولاتورها سری مثبت و منفی دارن که اینا همشون سری مثبتن. مینویسه 78 اگر دوربین نشون بده که فکر نکنم بیفته. چرا افتاد؟ نوشته 7805 یعنی این یه رگولاتور 5 ولت هستش. ولتاژ تا 30 ولت، حتی اکثر ولتاژ اینا 30 ولته. تا 30 ولت هر ولتاژی که به اینا بدیم اینا 5 ولت به ما میدن. خب چجوری کار میکنه؟ ما میایم ورودی برق رو به این پایه میدیم، پایه وسط رو به منفی مدار وصل میکنیم و از این پایه خروجی 5 ولتمون رو میگیریم. حالا خروجی های 5 ولت داره، 9 ولت داره، 12، 15، 20، 24 و مدل های دیگه. و یک سری منفی هم دارن اینا به اسم 7905. مثلا من اینجا ندارم سری های منفی رو، فقط چون سری های مثبت بیشتر استفاده میکنم و سری های مثبت دارم. الان هر سه تاشون هم سری مثبتن و 7805 هستن. سری های منفی روش نوشته میشه 7905. دقت کنید اینا 78 هن اونا 7905. خب حالا چجوریه؟ سری های 7905 میاد ولتاژ های منفی رو ثابت میکنه. اینا ولتاژ های مثبت اونا ولتاژ های منفی. چجوری؟ اینجا ما ولتاژ مثبت 30 ولت رو به مثبت 5 ولت تبدیل می‌کردیم، اونا میان ولتاژ منفی 30 ولت رو به منفی 5 ولت تبدیل می‌کنن. کجاها استفاده میشه؟ توی مادربرد کامپیوتر، توی بعضی از مدارهایی که IC هایی هستن که حتی مثلا جریان بدن چقدره مگه، اگر دستت بهش بخوره میسوزه، اونجا باید از ولتاژ منفی استفاده بکنن و میان از این استفاده میکنن که ولتاژ منفی 5 ولت، منفی 30 ولت و اینا رو تامین میکنه. و اگه جریان حد اکثر جریان خروجیش هم اینم بگم 1 آمپره، این رگولاتورها بیشتر از 1 آمپر نیستن، حد اکثر 1 آمپر بهتون میدن. و اگر میخواین خروجی مدارتون بیشتر باشه باید برین سراغ مدارهای دیگه و حتما هم بعد اینها رو اگر جریان 1 آمپر میخواین بکشین ازشون به هیت سینک وصل کنین و اگر هم که اینطور نیستش بذاریم باشه دیگه، مشکلی نداره. خب قطعه دوم که میخوام در موردش صحبت بکنم رله هستش. رله قطعه الکترونیکی هستش که مثل یه کلید عمل میکنه که توش از یه سیمپیچ و چند تا کنتاکت تشکیل شده. وقتی سیمپیچ رله رو به ولتاژ وصل میکنیم، ولتاژ مورد نیازه اون سیمپیچ یه میدان مغناطیسی رو ایجاد میکنه که کنتاکت های مسی داخل رله رو به سمت خودش جذب میکنه و مثل یه کلید عمل میکنه و برق از خودش عبور میده. خب رله ها چه مدل هایی دارن؟ رله های 5 پایه مثل این، رله های 8 پایه،
رله های 6 پایه که حالا رله های دیگه ای هم داریم که توی خودرو استفاده میشه، توی موتور و دیگه، ولی من چیزایی رو گفتم که توی الکترونیک بیشترین استفاده رو دارن. میریم سراغ رله 5 پایه. ببینید که 5 تا پایه داره، 2 تا ورودی، یه مشترک، 2 تا خروجی، که توی حالت که برق نیست مثلا این خروجی وصله اگر با مولتیمتر بگیرین، و وقتی که برق وصل میشه کنتاکت مثل به این طرف میاد و انگار از اینجا به این ور میاد، این پای قطع میشه، این پای وصل میشه به این صورت. و ازش توی کجا استفاده میشه؟ مثلا توی کلیت ماژولایی که مثلا با کنترل از اینجا میزنن لامپ خاموش میشه، یا ریموت کنترل هایی که برای کرکر برگی یا درهای برگی هستش، همینه، وقتی که میزنن این فعال میشه و یه ولتاژی میره که مثلا یه لامپی روشن یا خاموش بکنه. رله های 6 پایه هم همونجوری هستند، این دوتا ورودی برگشونه، اینجا هم خروجیاشون، که فقط تنها تفاوتشونه که تعداد خروجیاشون متفاوته. رله 8 پایه هم به همون صورته. خب حالا رله نسبت به خودش یه مشخصاتی داره که شرکت سازنده روش مینویسه. این رله تو ولتاژ 220 ولت AC میتونه 7 آمپر از خودش عبور بده و تو ولتاژ 24 ولت DC میتونه 15 آمپر از خودش عبور بده. یعنی این رلی هستش که هم با ولتاژ AC هم با ولتاژ DC کار میکنه، ولی اگر ولتاژی که روش زده 24 ولت ما بهش 12 بدیم عمل نمیکنه. اگر هم عمل بکنه 100% نمیکنه، ولی مثلا با ولتاژ 18 ولت تحریک میشه، ولی اون خاصیتی که توی ولتاژ 24 ولت به ما میده رو نداره، خوب عمل نمیکنه. خب این هم از رله ها. از رله هم بگذاریم میرسیم به یه قطعات دیگه که توی الکترونیک توی مدارهایی که نمایشگر دارن خیلی استفاده میشه. قطعه به اسم 7 سگمنت. 7 سگمنت یا فارسیشو بخوایم بگیم 7 قطعه، 7 سگمنت قطعه. یعنی چی؟ شما اگر به این عدد توجه بکنید 1 2 3 4 5 6 7 تشکیل شده از 7 تا LED، 7 تا قطعه LED، به خاطرش ببینید 7 سگمنت. خب حالا کارش چیه؟ 7 سگمنت توی مدارهایی که خب 100% دیدید، توی ماشین‌های لباسشویی، توی اسپیکرهای، مثلا یه 7 سگمنت اسپیکره، توی اسپیکرها، توی ماشین‌های لباسشویی، ظرفشویی و بورت‌های دیگه استفاده میشه که نیاز به نمایشگر دارن. توی تایمرها استفاده میشه، توی خودرو استفاده میشه. حالا کاربردش چیه؟ ما میایم این کاربردش اینه که عدد به ما نشون میده. خب ما میایم طبق پایه های این، طبق دیتا شیتی که داره، آنود مشترک یا کاتود مشترکه، میایم به VCC این ولتاژ وصل میکنیم و طبق اطلاعاتی که داریم مثلا میگم پایه 7 این قطعه این LED رو روشن میکنه، پایه 1 اینو روشن میکنه، پایه 5 اینو روشن میکنه. ما میایم به اونا ولتاژ میدیم، اونا رو با هم دیگه وصل میکنیم و عدد 0 رو مثلا اینجا نمایش میده، عدد 2 رو نمایش میده. اینا هم مدل های تکی، 2 تایی، 3 تایی، 4 تایی، دارای نقطه یا بدون نقطه هستن، یا حتی این مدل ها هستن که میبینید برای اسپیکر استفاده میشه. 7 سگمنت هم گفتم دو نوع آنود مشترک و کاتود مشترک داره، یعنی سری های مثبت یا منفی، که تو سری های آنود مشترک شما برگ مثبت میدی و تو سری های کاتود مشترک شما بعد منفیتون رو به این وصل کنید و مثبتتون رو بین پایه ها تقسیم بکنید. خب یکی از اینا، حالا اینا که تمام شدن برسیم سراغ کامنت ها. یکی از دوستان توی کامنت ها از من پرسیده بود که وریستور چیه. من چون اینجا ندارم عکسش رو این بغل قرار میدم. وریستور یه نوع مقاومت تابع ولتاژ یا VDR هستش که خب کاربردش چیه؟ چه کاربردی داره؟ وریستور توی مدارهای تغذیه یا مدارهای حساس که جلوی مثلا نباید مدار دو فاز بشه یا اضافه ولتاژ نداشته باشه استفاده میشه و مثل یه فیوزیه که در مقابل ولتاژ عمل میکنه. فیوزهای شیشه‌ای که ما داریم در مقابل جریانه، مثلا جریان 2 آمپر بشه 3 آمپری میسوزه. این وریستور ها هم چجوری هم میان ولتاژ اگر بیشتر بشه میسوزن، کمتر بشه مقاومتشون رو به حدی بیشتر میکنن که مدار قطع بشه. حالا من اینجا یه نمونه پاور کامپیوتر دارم، اگر بخوام بهتون نشون بدم
روی این البته ندارم، یه لحظه من از اون ور پاور رو بیارم. روی این پاور اگر دقت بکنید اینجا این قطعه که میبینید روش نوشته شده NTC و ریستور ما هستش. کاربردش چیه؟ مثلا ولتاژ AC ما نوسانات داره، خب قاعدتا 220 ولت ما میشه 240 ولت. این میاد مقاومتش رو کم یا زیاد میکنه که اون ولتاژ 220 ولت به مدار برسه، بیشتر نره که قطعاتی که توی مدار هستن آسیب ببینن. به عبارت خودش رو فدا میکنه که مدار آسیب نبینه و انواع مختلفی داره. عکسش رو این بغل میذارم براتون. تو رنگ بندی های مختلف و بسته بندی های مختلف تولید میشه و اوهمای متفاوتی داره. ولتاژ هر چقدر بره بالا اوهمش بیشتر میشه تا ولتاژ کمتری به مدار برسه و مدار آسیب ببینه. اینم از توضیح وریستور که یکی از عزیزان توی کامنت ها پرسیده بودن. اگر سوال دیگه‌ای در مورد الکترونیک، مدار و قطعات داشتین خوشحال میشم توی کامنت ازم بپرسین. مرسی بابت حمایتاتون. دست همتون درد نکنه. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. تا ویدیوی بعدی بدرود.